بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه بزرگواران. خب همونطور که استحضار دارن دوستان، با ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مادیان جهت اجرای قانون پایان فروشگاهی که در روزنامه رسمی هم منتشر شد و همینطور که آقای دکتر توضیح فرمودن، اشخاص حقوقی الزام به صدور صورت حسابشون 1/7 درج شده و اشخاص حقیقی الزامشون از 1/10. لذا الزامی که در قانون درج شده صراحتاً 1/7 رو داره. سازمان به دنبال اینه که بتونه از مجاری قانون 1/7 به 1/10 تبدیل کنه و اساساً بنایی بر اخذ جرائم نداره. این پس نکته اول. نکته دوم، این الزامی که درج شده عامه، در برخی از مواد قانون تخصیصی بر این الزام داره میزنه قانونگذار. یکی از اون موارد موضوعی که در ماده 14 مکرر قانون پایان فروشگاهی الحاقی طی ماده 8 قانون تسهیل هست. در اونجا به سازمان ممالاتی اختیار میده یه سری از مؤدیانی که الزام دارن رو بتونه معاف کنه. لذا تاریخ الزام 1/7 و در ماده 14 مکرر سازمان حق پیدا کرده یه مقدار از اون فعالان اقتصادی رو معاف کنه از صدور صورت حساب. در اطلاعی که سازمان داد صرفاً این اختیارش رو برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل استفاده کرده. لذا با توضیحی که ارائه شد ما از اول دی ماه قطعاً از کلیه اشخاص حقوقی این مطالبه رو داریم که صورت حساب الکترونیکی صادر کنن و به سازمان مؤدیان ارسال کنن. برخی از دوستان میگن در ماده 14 مکرر صراحتاً گفته مؤدیان. بله، این لفظ هست تو همون جایی که نوشته مؤدیان، تو همون جا نوشته سازمان میتواند. این دو تا لغتی که بذاریم بغل هم دیگه مؤید این مطلبه که سازمان با اطلاعی که داده اشخاص حقوقی به صورت کلی ملزم شدن برای صدور صورت حساب و اشخاص حقیقی با توجه به اون فراخوانی که انجام شده که من توضیح خواهم داد. نکته بعدی موضوع محاسبات 150 برابر، 100 برابر، 50 برابر و 25 برابره. خب تو برخی از سوالات دوستان این نکته میاد که سازمان گفته اونایی که تا پایان شهریور 1402 به 18 میلیارد تومان رسیدن از اول دی، بقیه چی میشه؟ ببینید بزرگواران، تو متن ماده 8 تسهیل ذکر شده هر کسی به نصاب رسید و از اون نصاب رد شد از اول ابتدای دومین دوره بعد از این که به اون نصاب میرسه. لذا به صورت متناوب اگر کسی تا پایان شهریور 1402 یعنی از ابتدای فروردین 1402 تا پایان شهریور 1402 به 18 میلیارد تومان و بیشتر برسه از اول دی ماه 1402، هر کسی تا پایان آذر ماه 1402 فروشش از 18 میلیارد تومان عبور کنه، الزامش از 1/1403 شروع میشه. هر مؤدی صاحب شغل، صاحبان مشاغلی که تا پایان سال 1402 فروشش به 18 میلیارد تومان برسه و از این نصاب رد بشه، از اول تیر ماه سال 1403 ملزم به صدور صورت حساب میشه و همینطوری ادامه پیدا میکنه. فقط یه نکته رو مد نظر دوستان باشه، برای محاسبات سال 1403 مجددا شروع از ابتدای سال 1403 شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی کسی که تا پایان بهار سال 1403 به 100 برابر معافیت 84 فروشش برسه از ابتدای مهر 1403، کسی که تا پایان تابستان 1403 فروشش به 100 برابر معافیت برسه از ابتدای دی ماه سال 1403 و به همین تدریج 100 برابر به 50 برابر در سال بعدش و 25 برابر تغییر خواهد کرد و ادامه خواهد داشت. لذا اینو حتما توضیح بدین. تو برخی سوالا من دیدم میگفتم مثلا این نکته که گفتین تا پایان شهریور مثل قبلی ارزش افزوده میماند. نه، این به صورت ردیفی افزایش پیدا میکنه سال به سال، 150 100 50 و 25. نکته بعدی برای ماده 3 قانون تسهیل این که ما تا پایان 1403 میتونیم صورت حساب‌های خارج از سامانه رو به شرط رسیدگی مورد پذیرش قرار بدیم، یعنی شرایط فعلی. نکته چیه؟ قانونگذار میگه آقا من اونایی که اومدن تو سامانه مؤدیان صورت حساب بر اساس سامانه مؤدیان صادر کردن، قاعدتا وقتی بر اساس سامانه مؤدیان باشه صورت حساب نوع 1 میتونه تو کارپوشی خریدار قرار بگیره، صورت حساب نوع 2 و نوع 3 بر اساس مکانیزم فعلی